فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مسئله همین ماه مبارک رمضانم. بله. من یک کارگرم کاسبم. بله شب تا صبح تو بیرون مثلا میچرخم. بله تشنه میشم، مثلا کرایه خونه دارم، بچه دارم. من درست. چجوری کنم این ماه مبارک رمضانم مثلا روزه‌شو بگیرم؟ ببینید در شریعت اسلامی یعنی این موارد رو تعیین شده در شریعت اسلامی. برخی موارد به عنوان عذر یعنی مطرح شدن در شریعت اسلامی که و صراحتاً یعنی در قرآن یا در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم حکمش بیان شده که چنین شخصی میتواند روزه را بخورد و بعد از اون قضای اون روزه را بگیرد. اما به اصطلاح کار کردن و کارگر بودن و تلاش و زحمتی که انسان متحمل می شود این جزء عذرهایی نیست که به خاطر این بتوانیم روزه را یعنی منتفی بکنیم از چنین شخصی یا به صورت کلی اون را به تأخیر بیندازیم وقت دیگری. در چنین موارد بهتر هست و باید این گونه هم باشد. انسانی که کارگر هست خب قبلا از ماههای قبل میدونسته که ماه رمضان در پیش است، یک مقداری رو باید ذخیره میکرده، پس انداز میکرده برای اینکه ماه مبارک رمضان مجبور نشود که کار بکند، یا حداقل یک تخفیفی برای کارش میشد که به اصطلاح کارش رو تخفیف بدهد و ساعت کمتری رو سر کار برود. اگر در شرکتی کار میکند یا پیش کسی دیگری کار میکند تا جایی که امکان دارد وقت کاریشون عوض بکنند، در شیفت شب بروند کار بکنند اگر واقعا این امکان داره. و اگر هم امکان نداشته باشه خب باید این مصدر رزق خودش را حداقل در این ماه از جای دیگری پیدا بکند یا قرض بکند یا به صورت دیگری این هزینه ماه مبارک رمضان خرجش را فراهم بکند، این ماه را روزه بگیرد و بعد از اون ماه‌های دیگر میتواند که به اصطلاح جبران کارش رو بکند. اما اگر این رو بخورد که عذر شرعی، عرض کردم که عذر شرعی محسوب نمی شود، اگر این روزه را خورد گناهکار هست، اما باز هم با وجود گناه باید دوباره این قضا را دارد. اگر ما این به اصطلاح فرض بکنیم که بالفرض به خاطر ماه مبارک رمضان الان این روزه را دوباره نگرفت و این روزه را خورد، دوباره بعد از اون باید دوباره روزه بگیرد و هیچ وقت روزه‌ای که به عنوان کفاره هست یا قضا هست جایگزین اصل روزه نمیشه. این ثوابی که الان هست، این معنویتی که در اینجا هست و این در واقع ثواب‌های بسیار زیادی رو که مترتب شده، تمام مردم الان روزه میگیرند، اما یک دست الان روزه گرفتن بسیار ساده‌تر هست از روزه گرفتن بعد از ماه مبارک رمضان. پس بنابراین عذر کارگری یا اینکه به اصطلاح تلاش و زحمت جسمانی انسان داشته باشه این عذر مقبولی نیست برای روزه خوردن روزه. انسان باید یک تدبیر دیگری بیاندیشد و این هزینه زندگیش را از راه دیگری تامین بکند و این روزه را در همین ماه مبارک رمضان حتما باید بگیرد و به هیچ عنوان نباید این رو قضا بکنند و اگر هم این روزه را نگرفت در واقع گناهکار هست به خاطر ترک روزه و قضایش 100% بر اون لازم.